یادتونه آخرین بار از کی تشکر کردین؟ از مادرم، از پدرم تشکر کردم، از همسرم، از خانمم، به خاطر که غذا برای بچه‌ها آماده کرده بود. منم صبح غذا رو آوردم برای بچه‌ها اینجا تو نهار بود. از پدرم تشکر کردم به اینکه کمک کرده. مادرم. برای چی تشکر کردی؟ گوشی برام گرفت. خانومم واقعیت. آره. هر زحمتایی که میکشه تو خونه. از خانومم. برای چی تشکر؟ دیشب شام خوردیم، بعد شام ازش خوشمزه بود. تشکر. از پدر مادرم دیگه، اولین بار و آخرین بار بود. از معلم مدیر مدرسه اون آقا محمد. برای چی تشکر؟ که بهمون یک دفعه یک زنگ ورزش اضافی داد. از بابام. برای چی تشکر؟ برای اینکه یک تفنگ هم ترقی خرید. من صبح به پاکبان تو میلانمون چایی و صبحانه میدم. دستشان درد نکنه که بالاخره آشغالی که ما خودمون ناراحتیم جمع کنیم اونا جمع. خیلی دستشون درد نکنه، تشکرم میکنم ازش. بله اتفاقا ما الان خیلی هم باهاش همکاری کردیم. آب از مغازه استفاده می‌کردیم برای همین پیاده رومو. من تو دلمه تشکر آره تا حالا کردم، بچه بودم یه بار کردم. آره. ولی خیلی وقت شاید تکرار نشه. آره. حقیقت برای من پیش نیومده اینجا. ما نگردم درست رو علیکی بکن. کار بکنی؟ بله. حتی من یه دفعه دور برم سله آشغال نبود و اینا، یک دونه قوطی شیکاکائو دستم بود. انداختنش رو زمین، بدیدم یک رفتگر اون جلوتر، برداشتش با چند تا دیگه پوست چیپس و اینا جلوتر بود، برداشتم انداختم اونجا. این بچه هم که اینجا رمدن مزایک کردن و تمیز کردن برای ما، از این هم که تشکر میکنیم. تشکرم کردیم، تشکرم میکنیم تا وقتی که باشه. کار خوب همیشه تشکری داره.